أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان همراه و قرآن آموزان عزیز. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و خرم باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های آموزشی قرآن کریم، آموزش روحانی و روانخوانی. در سلسله درس‌های گذشته حرف زدیم در رابطه با همزه وصل و علامت‌های همزه وصل. آشنا شدیم که همزه وصل چه علامت‌هایی به خود میگیره و خودش آیا علامتی داره یا نداره که مفصلا صحبت کردیم. عنوان امروز ما عنوان مختلفی هست که غیر از همزه وصل میشه. در رابطه با اشباع صحبت می‌کنیم. عنوان درس امروز ما شما اشباع هست. اما اهداف آموزشی این درس: اولین هدف از درس امروز ما آشنایی با اشباع هست که آشنا میشیم که اشباع به چه معنا هست و بر چه کلمات و یا چه حروفی اجرا میشه. دومین هدف ما در این درس بعد از آشنا شدن با اشباع میتونیم که کلماتی که اشباع میشه را با کلماتی که اشباع نمیشه را از هم تفریق کنیم و کلمات که اشباع میشه را به صورت درست و صحیح بخوانیم. اما اول از همه معنای اشباع. معنای اشباع به معنای سیر کردن هست یا کشش دادن، طول دادن. به این میگن اشباع. اما در اصطلاح تجوید به چه معناست؟ در اصطلاح تجوید به این معناست که ما تبدیل کنیم حروفای کوتاه را به صداهای کشیده. در درس اول ما گفتیم، در درس اول یا دوم گفتیم که در رابطه با حروفای کوتاه گفتیم حروفای کوتاه به هیچ عنوان کشیده نمیشه. ا ای او اینا را آشنا شدیم. اما امروز در رابطه با قاعده صحبت میکنیم که میخوایم بعضی اوقات این حروف های کوتاه را به کشیده تبدیل بکنیم که همین قاعده را بهش میگن اشباع. تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده. پس تبدیل صدای کوتاه به کشیده را میگن به اصطلاح عربی اشباع. مهمترین مبحث در مبحث اشباع های ضمیر است. همه ما با های ضمیر آشنایی داریم در زبان عربی. حتما همه ما شنیدیم، حتی در صنف‌های پایینم که حتما درس‌های عربی اینا رو خواندیم با های ضمیر آشنا شدیم. و خب اونایی که درس‌های عربی میخوان که به طور اولا میفهمن های ضمیر را. اما ما میخوام به خاطر کسایی که الان ممکنه خب بعضی نخوانده باشن عربی یا آشنایی نداشته باشن، من برای شما میخوام در رابطه با های ضمیر توضیح بدم. های ضمیر چی هسته؟ ضمیر خب خودش که همگی واضح هسته، در هر زبانی ضمیر ما داریم که ضمیر عبارت از کلمه یا اسمی هست که کلمه هست که جایگزین اسم میشه و از تکرار دوباره اسم خودداری میکنه. اما های ضمیر چی است؟ های ضمیر هم همان کار ضمیر را انجام میده، یعنی داخل میشه بر کلمه و دوباره از تکرار مثلا اسمی که قبلا تکرار شد از تکرار از اون دوباره جلوگیری میکنه. مثلا مثال فارسیش اگر بخوایم بزنیم، مثلا احمد پسر خوبی است، او در کارهای خانه به مادرش کمک میکند. اینجا او ضمیر است. اما در عربی ضمایر مختلف است. یکی از چیزهایی که ضمیر حساب میشه ها است. ها که اینها همون های ضمیر هست که بدیل اسم میآید و از تکرار دوباره اسم جلوگیری میکنه. مثال قرآنش: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذکر عبدنا داوود ذا الایدی انه اواب. انه اواب. در کلمه انه اگر توجه بکنیم ها قرار داره. همین ها را بهش میگن های ضمیر که اینجا جایگزین تکرار اسم شده. واذکر عبدنا داوود انه اواب. واذکر عبدنا داوود ذا الایدی. درست؟ داوود در کلمه انه دیگه نیومده مثلا بگه ان داوود ان داوود اواب، بلکه میگه انه اواب. همین ها را میگه های ضمیر. اینجا اگر همین کلمه انه رو توجه بکنیم، انه اواب، ها یه خورده بیشتر از صداهای کوتاه کشیده شده. نمیگیم انه اواب، میگیم انه اواب. به همین قاعده کشیدن صدای کوتاه
و تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده را میگن اشباع های ضمیر. مثال هایش مثل انه، ربه، له، به. اینها مثال هایی هست که ما میتونیم در اشباع های ضمیر بهش اشاره بکنیم. اما سوال اینجاست که آیا هر چی که ما های ضمیر داشتیم همه آنها اشباع میشن یا تبدیل صدای کوتاه به کشیده میشن یا نه؟ جواب خیر. ما قاعده ای داریم که طبق این قاعده ما فقط های ضمیری که دارای این شرایط باشه اشباع میشه. بله بعضی کلمات هست که مثلا خارج از این قاعده هست، به اینا مثلا میگیم که استثناءات. خب الان قاعده چیست؟ الان میخوایم بگیم که قاعده اشباع های ضمیر چیست؟ قاعده اشباع های ضمیر اینطوری هست که اگر های ضمیر ما هو یا هی، اگر حرکت قبلش یکی از صداهای ا ای او باشه، یعنی ساکن نباشه، ا ای او، و همچنین بعدش یکی از حرکات ا ای او باشه، یعنی دو طرفش اول و قبل و بعد از های ضمیر ما اگر صداهای کوتاه باشه ا ای او، های ضمیر ما اشباع میشه. مثلا فله عشر، لام فتحه داره متحرک قبل از های ضمیر، عشر عین فتحه داره متحرک، پس بنابراین اینجا باید ها اشباع شه. میگیم فله عشر امثالها. یا مثال آخر انه لقول، ان فتحه داره، هو های ضمیر هست، لقول لا فتحه داره، میگیم انه لقول که به این میگن قاعده اشباع. مثال بعدی مثل به متشابه، بی کسره، هی کم کشیده میشه که به این میگن اشباع متشابه. به متشابه، من دونه ملتحده، من دونه نون کسره داره قبل از های ضمیر، بعدش هم که مو ضمه داره، های ضمیر اشباع میشه، من دونه ملتحده. اما چند مثال را برای بیشتر واضح شدن درس ما: هذه، ثمره، حصاده، سبیله، ببالغیه، عباده، خلاله، ورائه، خیفته، فیه مهانا. اما اگر در مثال یکی مانده به آخر فیه مهانا اگر توجه داشته باشیم، اینجا برخلاف قاعده هست که باید های ضمیر ما اشباع نشود ولی اشباع میشه. سوره مبارکه فرقان فیه مهانا میخوانیم، در صورت که باید بخوانیم فیه مهانا. مثل سوره مبارکه بقره ذلك الكتاب لا ریب فیه، یا نمیخوانیم فیه هدی للمتقین، میخوانیم فیه هدی للمتقین با صدای کوتاه. در اینجا باید طبق قاعده مثلا اشباع نباید اشباع بشه. چرا؟ به خاطر که حرکت قبلش سکون هست، فی یا ساکن داره. فی گفتیم باید قبل و بعدش حرکت های ا ای او باشه، اما چون اینجا سکون هسته نباید اشباع بشه. اما استثنایی هسته که برخلاف قاعده اشباع باید اشباع شود. به جای اینکه بخوانیم فیه مهانا میخوانیم فیه مهانا. چند مثال قرآنی را با هم بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علمه شدید القوى فأوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى صدق الله العلي العظيم.
خب دوستان عزیز و قرآن آموزای بسیار نهایت گرامی، امیدوارم که درس امروز هم مورد توجه شما دوستا قرار بگیره و مثمر ثمر واقع شود. تا جلسه بعدی شما رو به خدای پاک منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.